به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای یک چند برادران، اونایی که بعضی نوارها را تماشا می کنند و بعدا در پایین اون هر خیلی سخنه های قبیح می نویسند، یک چند سخن گویم. برادران، به حرمت خداوند، اگر شما دیدین که یک نابکاری، یک نواری بی ادبانه و غیر شریعتانه گذاشته است و لیکن شما برای اینکه از این خیلی چیزها دور شین، برعکس در زیر اون هر خیلی کامنتاری ها میکنین، یعنی که بسیار سخنه های قبیح و دشنام میکنین، از این فقط خودتان گناهکار میکنن و خلاص. چخیلی که در اون ثبت های پیشینه گفته بودیم، شاعر میگه من بد کنم و تو بعد مکافات دهی، پس فرق بین من و تو چیست بگو. شاعر میگه اگر وقتی که من یک کاری بدی کنم و باز تو به من مثل همین کاری که من کردم با بدی جواب گردانی، بین ما و تو هیچ فرقی نیست. از این لحاظ برادران و من، اون جوانهایی که با سامانه های اینترنتی سر و کار دارین، به حرمت خداوند نام یک کس را پس نزنین. بسیار هست این روزهایی که بعضی شخصان بعضی انسانها را نوار میگرند و از بالای اون هر خیل آوازهای بیادبانه میمونند، لیکن در اصل اون چنین نیست. البته از حقیقت فقط الله تبارک و تعالی با خبر است، لیکن به حرمت خداوند با اون سخنهای قبیح و با اون سخنهایی که در اسلام جایز نیست، نام خودتانه و نام و نسب مسلمانی خودتانه پس نزنین. شما اگر توانین با یک انسان یاری دهین و اگر نتوانین حداقل ضرر نرسانین. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست هدایت کنه و از کار خطا و از راه خطا، از وسواس شیطان و از نفس دنیایی در حفظ امانت خود نگه دارد. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت. خداوند یار و مددگار هر یک شمایان باد.